به نام خدا، خضری هستم. با یک آموزش کاربردی و کوتاه دیگه در خدمتتون هستم. شما توی کارهایی که حالا دارید انجام میدید یا پروژه هایی که دارید انجام میدید ممکنه چند تا لایه رو داشته باشید. لایه اطلاعاتی، بر فرض مثال این سه تا لایه‌ای که من اینجا دارم، تعاونی ها، سطح ها و گلخونه ها. حالا من سه تا لایه رو اینجا گذاشتم، ممکنه بر فرض مثال 10 تا 50 تا، هر چند تا لایه‌ای که دارید میخواید یه محدوده ای رو از این، با توجه به حجم دیتایی که داره، یک مرزی رو دارید که میخواید اینها رو ازش جدا بکنید. مثلا بر فرض مثال من این مرز رو به من دادن، میگن این عوارضی که داخل این محدوده این مرز وجود داره رو برای من جداسازی بکنه از این لایه‌های اطلاعاتی. خب شاید شما بگید خیلی ساده هستش، با دستور کلیپ من این کار رو انجام میدم. بله ساده هستش دستور کلیپ، ولی شما باید مثلا برای این سه تا لایه‌ای که من اینجا دارم هر بار یه دستور کلیپ رو اجرا بکنید. میخوام نکته کاربردی رو اینجا خدمت عرض بکنم که خیلی سریعتر با یه ترفند راحت‌تر و سریعتر بتونید این کار رو انجام بدید. من میام توی دستور نرم افزار، تو قسمت سرچ دستور کلیپ رو سرچ میکنم و روی دستور کلیپ آنالایز کلیک راست میکنم. به جای گزینه اوپن گزینه بچ رو انتخاب میکنم. یه پنجره برای من باز میشه. من لایه هام رو میتونم اینجا توی قسمت اینپوت فیچر درگ بکنم سه تا لایه‌ام رو، و تو قسمت کلیپ فیچر میگه بر اساس چی میخوای اینها رو برش بزنی. من میگم بر اساس اون محدوده مرزی یا شیپ فایلی که دارم این رو انتخاب میکنم و مابقی کلیک راست میکنم و گزینه فیلد رو انتخاب میکنم که مابقی فیلد هم پر بشه. اینجا میگه اوتپوت فیچر کلاست رو معرفی کنم. من اینجا کلیک راست میکنم و گزینه اوپن رو انتخاب میکنم. حالا من یه مسیر رو اینجا به عنوان تست براش معرفی میکنم. ببینید یه اسمی رو براش به طور مثال میزنم و اوکی میکنم. برای قسمت دوم هم، لایه دوم هم دوباره کلیک راست اوپن مسیر و یه نامی رو براش تعریف میکنم، سیو و اوکی رو میزنم. و برای لایه سوم هم باز کلیک راست اوپن و مسیر رو مشخص میکنم و یه نامی رو براش ست میکنم. اوکی رو میزنم. اگر اینجا کلیک روی گزینه اوکی کلیک بکنم، نرم افزار برای من این کار رو انجام میده به صورت خودکار.